باید آشپزی کنیم. وقتی ما اومدیم یه خانواده دیگه هم اونجا بودن که صدای موزیکشون خیلی زیاد بود. من دوست داشتم صدای طبیعت و آبشار بیفته، اما اشکالی نداره. خواستیم میرزا قاسمی درست کنیم. پوست بادمجون و گوجه و سیرا رو کندیم و با هم دیگه خوب میکسش کردیم. بعدم گذاشتمش روی آتیش، تفتش دادم، آبش که شد روغن رو اضافه کردم، ادویه ها رو اضافه کردم و اومدم تخم مرغ هم زدم. بهتره که زرده تخم مرغتون سالم بیفته که خراب شد و اینکه اولش سفیده رو هم بزنید و لحظه آخر زرده رو. اینم از میرزا قاسمی خوشمزمون. بچه‌ها که خیلی خوششون اومده بود برای همسایه هام فرستادیم. به این هاپو هم دادیم. سگه میخوره لاک نشون میده. منم که اومدم یه ذره آبتنی کنم. پسرم که بعد نهار رفتن توی اون حوضچه اون بالا شنا کردن و حسابی بهشون حال دادن. بعدش هم با هم نسکافه و چای زدیم که خستگیمون در بره. تو راه برگشتم از این غروب قشنگ و ویو ابدی لذت بردیم.